آیت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اکثر خطای ابن آدم من لسانی، گفتن اکثری خطا و گناه فرزند آدم از روی زبانش می شود. گفتیم زبان آلتی هست که حتی انسان به کفر میبره. بعضی انسان ها با گفتی خودشون هزل شوخی میکنن، بعضی سخنهای کفر میگوین، نعوذ بالله. حتی شخصیت آمد نزد ما گفت یک انسان با حاجی است. بعضی از حاجی ها خیلی نام حجم و نام شریعت هم پس کردگی هستند. گفتن که مسجد هم دشنام میکنه و قرآن هم نعوذ بالله نی بتخانه باش و مردم آزاری مکن. اینها گناهی هستند که بین خود و تو پروردگار هستند. انسان بین خودش خداوند هر گناهی کنه پروردگار بخشنده است، از تحت دل توبه نصوح کنه خدا میبخشش. اما حق برادر خدا نمیبخشه. برادر عزیز بزرگوار، وقتی یک کس آزار داده، یک کس تحقیر کرده، یک کس غیبت کرده، این گناه خداوند است و نمیبخشه. بالای هر انسان دو حق است. یا حتما بدون برادر، حق الله و حق العباد. حق الله به سبب توبه بخشیده میشه، اما حق العباد بخشیده نمیشه. تا او برادری که آزارش داده، تحقیرش کرده، تا او را ترا نبخشه خداوند گناه ترا نمیبخشه. برادر بنده به زر خریده آزاد کنی، 100 روز روزه گیری و شب نماز، زان به نبود که یک دل شاد کنی. یک دل شاد کردن خیلی ثوابی بزرگ داره. عزیزای خدا میگن دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیلی آزر است، دل نظرگاهی جلیلی اکبر است. یعنی دل شاد کردن، یک انسان خرسند کردن خیلی ثوابی بزرگ داره. اما تحقیر و آزار دادن، غمگین کردن هم خیلی گناهش بزرگ است. برادر عزیز بزرگوار، برایم بسیار خواهش میکنم جوانهای محترم نسبت به همدیگر به احترامی نداشته باشه، گفتارهای بد نداشته باشه. از کلان سالها خواهش میکنیم سخنهای دغل از دهانها تو بیرون کنه. انسان در حیاتش هر سخنی را زیاد در گفتار داشته باشه، وقتی مردنش این سخن تکرار میکنه. اکثر عزیزای خدا اینا را در کتاباشو آورده. حتی شاهدی حالتی بودیم که انسانی که دائما کارش دشنام بود، وقتی جان دادن دشنام کردن جانش از بدنش بیرون شد. در زبانت کلمه لا اله الا الله آموخته که وقتی مردن این را تکرار کنی. ما جواب میگیم یک کس تحقیر کردیم، یک کس آزار دادیم، یک کس غیبت کردیم که همه اینها حرام هستند. جناب پیغمبر گفتن تمام گفتار فرزندی آدم بر ضررش است. یعنی که هر چیزی از زبان بیرون میکنه این در قیامت خدا میپرسه. جواب گفته میتونی؟ ولی عزیزای خدا هم یک مصرع دارن، از این میگه هر چی گفتم تلخ گفتم، هر چی خوردم بود زهر، بر دهان من زبان گویا زبان مار بود. البته زبان مار، زبانی که از او حقارت میشه، ایوت زبان مار بهتر است. زبان خدا نداد است که دشنام کنی، زبان خدا نداد است که غیبت کنی. زبان برای چه؟ برای الله گفتن، برای ذکر کردن، برای تلاوت قرآن. تن مگر امر معروف و نهی منکر و ذکر خدا، تلاوت قرآن به ضرر انسان نیست. هر چیزی میگوی برادر عزیز بزرگوار، حتما بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن بهتر است عبادت است.